در مورد مولتی کوکر نینجا برای من 11x1 و 6.5 لیتریه. کلا چیزایی که همراهش بوده یه قابلمه اصلی، 2 تا صفحه توری، یه صفحه توری و یه دونه حالت قابلمه توری که اینجوریه. وقتی که روشنش میکنیم اگر این قابلمه اصلیش داخلش نباشه مینویسه حتما باید این قابلمه اصلیش داخلش باشه تا برنامه ها شروع کنه به کار کردن. این ایرفرایر داره، گریل داره، پخت و پز داره، خشک کردن داره، تفت دادن داره، سرخ کردن و تفت دادن، بخارپز، آرامپز و ماست. این گزینه‌ها وقتی فعاله که این اهرم اینجا باشه و وقتی با اینا کار میکنید امکان اینکه این در مولتی کوکرتون رو باز کنید و ببندید، غذاتون رو چک کنید و اینا هستش. حالا وقتی این اهرم رو میکشیم وسط، 2 تا گزینه دیگه اینجا فعال میشه که بخارپزه. یکیش استیم ایرفرایر، یکی استیم بیکر که پخت و پز همراه با بخار و ایرفرایر همراه با بخار که غذا رو خیلی خشک نمیکنه. ولی وقتی این اهرم رو بکشیم سمت چپ، این دیگه کامل فقط میره روی زودپز و وقتی برنامه شروع میکنه به کار کردن به هیچ عنوان دیگه این در باز نمیشه تا این مثلا این بخارش، این سوپاپو بدین کنار، این بخار کامل خارج بشه و بعد میتونید این در رو باز کنید. وگرنه تا بخار از این مخزن تخلیه نشه امکان اینکه این اهرم رو تکون بدین اصلا نیست. حتما باید این سوپاپ عقب باشه. اگر این سوپاپ اینجا قرار بگیره یا بالا باشه اصلا کار نمیکنه، یعنی غذاتون نمیپزه. این حتما باید عقب باشه.